عموما استاد این افسردگی چگونه در وجود انسان تولید می شود یا پیدا می گردد و حالت‌های هم وجود دارد که افسردگی را دیگر نفران بالای سر یک نفر تحمیل سازند؟ با کمال تاسف افسرده خاطرها در این شب و روز ساخته می شوند. مثلا چندی پیش افسرده خاطری یا ناامیدی برای کسی از حساب طبیعی می آمد، از قضا و قدر می آمد، مرگ میری کسی، امتحان کسی و از دست دادن پول و مال، یعنی طبیعی می آمدن افسرده خاطری ها. و امروز متاسفانه اینها قصداً ساخته می شوند. بعضی آدم ها را خداوند در شکل آدم آفریده است، ولی در درونشان اینها گرگ هستند، تیمساح هستند، درنده هستند، بدترین موجودی پروردگار هستند در روی زمین. چرا؟ چون از شکایت های مردم می بینیم وقتی خواهر از دهات میاد در شهر با شوهرش در جای اجاره می نشینند و پولی اندک نانآور هستند، فرزندای خوب دارند، فرزند خردسال دیگر در قدش، زندگی از جهت مشکلی ندارد با وجود اینکه اجاره می نشینند. اما با مجرد اون چشم به زن دیگر می دوزد، همین شوهری که گویا سرسپرده و جانفدای همسرش است و این اطفال معصومش، یکی در قدش دیگری در دستش، در حالت اجاره، چشم به دیگری می دوزد و به خاطر اون خانه دارد یا به خاطر که اون پول دارد، به خاطر که اون چیز دارد، یعنی که زن دیگر پول و مال دارد. بله، دیگر یاد این همسر نمی کند. این مادر با این دو طفل، یکی در راه دیگری در دستش، انتظار است و در حالت وزنی منتهای یک آدم غصه گلوگیر میکنه. وقتی چنین حالتها با عرض شکایت میکنند میرسد، آدم غصه گلوگیر میکنه که کدام جانوره و چنین عمل دست میزند. همین خواهری که شما با خواهش خودتون ازدواج کردین، با امید از دهات آمدین که در شهر زندگی میکنیم و یک زندگی رفاهی داشته باشیم و مثلا یک با هم سرسپرده و جانفدا باشیم، چرا با یک چیزی اندکی که مرغی که یک کرمک میآورد دنیا را فراموش میکند، به همین شده کمال ناجوانمردی این نه آزادش میکند، یعنی نه طلاقش میدهد، نه به جای تامینش میکند، این در حال اجاره خودش باقی میماند، طلاقش هم نمیدهد، چشم به کسی دیگر میدوزد، از پول کسی دیگر، از مال کسی دیگر مردن بهتر از زنده بودن است. این طفلای معصوم روزی جوانمرد میشوند. این خواهری که در شکم است و در راه است روزی به دنیا می آید. این مادری که نیمه راه گذشته شده است روزی جای خودش می یابد. اینا خدا دارند، به کس نیستند. اما حیف این جوانمردی که بعد از نیمه راه جوانمردی خودش را ناجوانمرد گرفت، پوست دیگر چیز را بر رویش کشید و از بحر این فرزندا گذشت، از بحر همسر گذشت. عیبش چی است؟ نقصانش چی است؟ اگر عیب و نقصان و کمبودی داشته باشه چرا طلاقش نمیدی؟ حادثه هایی است که از 1001 با گوش ما و شما میرسند. بله. برادر، در 100 زن دیگر برکت نمیابی. جوانمرد کسی است که تیشه در ریشه خودش نمیزند. جوانمرد کسی است که آتش به دامن خودش نمیزند. جوانمرد کسی است برعکس برای زن و فرزندش جانش را فدا میکند. این جوانمردی است. خیال میکنی آب دیده این خواهر را خدا نمیبیند؟ خیال میکنی این بی اساس سوختن این را خدا نمیشنود؟ خیال میکنی تو از دیگر و از دیگر و از دیگر از این پول و مال و از مال دنیا برکت میابی؟ سوختن تا به چشم خودت میبینی، به هزار مصیبت گرفتار میشی. چرا؟ از آه دل این خواهری که بی اساس میان راه گذاشتی. برای چیز؟ آبروش حفظ بود، پاکدامنیش هست، عفت و پاکدامنیش ثابت است، سرسپرده و جانفدا است، تو را از حد زیاد طلب نکرده است، چیزی نخواسته است. اما کسی که نامردی میکند اینا در اصطلاح عرفانی ستم میگویند، ستمگار. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که از دعای مظلوم بترس اگر چندی غیر مؤمن باشد، به خدا ایمان ندارد، چون در وقتی مظلوم ستم دیدنش اگر دعا کند دعای اونم قبول میشود. چی بماند به خواهر و مادر پاکدامنی که میان راه به اساس گذاشتند، زیر طعنه و ملامت مردم قرار میگیرند. مردم چی میگویند؟ حضرت کمبودی داشتی. این است عاملی که زود انسان افسرده میکند. اگر ارزش‌های اخلاقی در حیات فرد، عائله و اجتماع و جامعه آزاد پیاده کرده شود، افسرده خاطری از بین میرود، مهر محبت زیاد میشود و اظهار تسلیت زیاد میشود و آدم خودش تنها حس نمیکند و امثال کسانی که به اساس راه افتاده شدند، با فشار اجتماعی راه افتاده شدند و با تهمت‌ها و سخن‌های ناحق راه افتاده شدند و اینا گفتن ممکن است که هیچ وقت راه افتاده نشوند. پروردگار عظیم‌الشأن در خطاب قرآنی مستقیم در قرآن عظیم‌الشأنش میگوید که شاید شما چیزی را دوست بدارین برای شما بد باشد
و شاید شما چیزی را بد ببینید برای شما خوب باشد. این چی معنا دارد؟ رشته حیات تا اینجا آمد، از حساب تو قطع نشد، از حساب بیرون قطع شد. ناامید نشو، حتما حکمت پشتش است. پروردگار میگه شما پیوند این رو دوست می‌داشتین، با این اون مالی از دست داده ناامید شدی، با این کار رو افتاده شدی. پروردگار میگه که رشته تقدیر چنین است، صبر و تحمل کن، ایمان و توکلت رو خوب کن. این هشدار دهنده است که رو افتاده نشو. بله. همیشه به تقدیر تن بده و یعنی خصلت‌های انسانی خود رو پیش ببر. رزق فرزندات خدا نمیدی، رزق دهنده پروردگار است.